به نام خدا. این کلیپی که امروز ما درست میکنیم این کلیپ یکی از آخوندهای اهل تسنن هستن که قراره در مورد احکام گزیدنه که در مجالسی که ابوبکر و عثمان بودن اهل تسنن. به 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 حاج آقا، نوش جان حاج آقا. احسن. خب حاج آقا محبت بفرمایید برامون یکم سخنرانی کنید در مورد گزیدنی که در مجالس عمر و عثمان انجام من حالم درسته رامتا تلو بیف کنده پس خرم لی عمر خوله حالم درسته باشه من خوشفزه بخ عمر هم چه خر خوبی بوده ما همه کپخان خواهیم حالا گوش 4 احکام داره. یک حلال، یک ناحلال، یک حرام، یک ناحرام. همش که شد یک حاج آقا. بله نگاه بکن زمانی که میخوای گوز بکنی بله باید به خودت فشار بیاری، فشار روحی. وقتی که فشار روحی آوردی همراه با توست باشه، اگر نباشد حرام است. بله و به جهنم خواهی رفت و توست را بده. اگر کسانی که در جام و فستقم نه بستم تو گوزی کردم توسشم بدن توسشم بدن یه حلال بود نازی که 10 میلیون نامستا ثواب دو. خب احکام عمر و عثمان که در مجلس سال 1965 هجری شمسی. عمر هم خدا عمرش دادم، عمر آدم خوبی بود، من بقید نفسی تو بودم هر دقیقه میرم تیم تو جمع بله تو جماعت که میشه اول یه گوزی میشم گفتم تو رو گوز میکنی. حاج آقا ممنون انشاءالله صحبتهای بعدی رو در کلیپ دارم.